فشار دستگاه قابل تنظیمه. چه موقعی نیاز دارید تنظیمش رو تغییر بدید؟ موقعی که هوا نوسان دما داره، مثلا هوا یه دفعه سرد میشه، یه دفعه گرم میشه هوا، شما موقع نیاز داره که بخار دستگاه رو کمی تنظیم بکنید. یا از همه مهمتر این قسمت عقربه دستگاه رو نگاه بکنید، همه دستگاه عقربه دارن، این فشارش دیگه داره از 1 میاد پایین تر. حالا این فشار دستگاه پایینه، معمولا باید وسط سبز باشه یا بر اساس اون کاری که باریستا میخواد انجام بده. اکثر دستگاه بغلشون این قسمت کنار بویلر دستگاه یه همچین قطعی دارن که یه در زرد رنگ یا مشکی، حالا یه چیز متمایز دارن که اینو ور میده، ولی همچین قطعی رو ببینید مواظب. اولش که مواظب باشید که کسی که با این دستگاه کار میکنه باید یه مقدار فنی باشه، بدون این سیما برق 220 دارن، حتی برق 3 فاز دارن. در نتیجه احتیاط رو رعایت بکنید. حالا بیاید اینجا بهتون بگم. معمولا روش نوشته یه قسمت منها داره، یه قسمت به اضافه داره که الان به اضافه داره. اگر این پیچ رو بچرخونید به سمت به اضافه، فشار دستگاه میره بالا. برعکس بچرخونید، فشار دستگاه میاد پایین. کی باید تغییر بدید؟ موقعی که بخواید فشار دستگاه رو ببرید بالا، یا مثلا زمستون میشه دستگاهتون سرد نسبت به قبل، شما نیاز دارید که مقدار فشار دستگاه، هرچی این پیچش به سمت مثبت باشه فشار دستگاه بالاتر، دمای داخل دستگاه داغ‌تر هست.